با سلام خدمت رانندگان عزیز. امروز قسمت مونتاژ رسیدیم به امید خدا میخوایم تا بعد از ظهر انشالله ماشین رو تحویل راننده بدیم، انشالله که بتونیم کار به طور اصلا به یارو تحویل بدیم. این دوبل یک که بدون توضیح دادم، پالت ناودونی و کامل میایه تو جا، کیپ شاسی میشه، این چیزیه که به استاندارد خوب. این مدل دیگه تا حالا ما ندیدم که هر کسی هم روش کنه. دو مدل میشه، براتش بزنید 6 میل و 8 میل. برای کمپرسی ها 8 میل میزنیم، برای کسایی که برای توناژ سنگین دارن چکش میکنن. توناژ سنگین دارن 8 میل میزنیم، و کسانی هم که معمولیت و عادیه بار زدنشون 6 میل جواب کارشون بده. انشالله که پسند مشتری باشد و بتونیم خجالت رانندگان در بیاریم. ممنون یا حق. انشالله از پایان کارم که فیلم کامل براتون بذاریم و هرچی کار شاسی دوبله هر کاری داشتید استویلی آهنگر تعمیرگاه یاران در خدمتتونه. 0913 159 0472 یا علی.